السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شأن حبيبه ونبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. إن نلت يا ريح الصباح يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سروران عزیز و من مسلمانی را تواجه مادر و خواهرانی که تو آرامش کنه الله سبحانه و تعالی بر ما و شما منتی رکود، لطف و احسانی کو و تی رحمتی بر ما و شما سرازیر کو. در مسجد جامع حضور پیدا کو. از ذات پاک توفیق الله سبحانه و تعالی و تی درگاه قبول بفرم و الله سبحانه و تعالی یہ توفیقہ مزید بکن، گیش بکن. سروران جمعه یک فرصتی برای یادآوری آخرت، فلسفه و حکمت اصلی روز جمعه همشی که الله سبحانه و تعالی نماز ظهر تعطیل کرد. تمام مساجد توصیه فرمایندن که شما یک جا ببید و بود موعظه گوش کرد. موعظه جمعه گوشینی سخنرانی، این سخنرانی نه، این موعظه. موعظه همه سخنرانی ها گوشن که مردما به الله یادآوری ببن و به آخرت یادآوری ببن. جمعه روچا مؤمن و تی ایمان تجدید کن، تازه کن، شارژ گیری برای طول هفته، شارژ ایمانی که یک هفته یک کار و کاسبی، کار و زندگی، تلاش برای وتی خانواده، برای وتی جرنده، برای وتی عزیزان سبب مبی که آیچه وتی آخرت توشا پش بکبی، چه الله غفلت مکن، چه وتی فرزان غفلت مکن، وتی 5 وقت نماز با جماعتا مشموشی، وتی ذکر و تلاوتا مشموشی، وتی انسانیتا مشموشی، اخلاقا فراموش مکن، الله حدودان فراموش مکن، الله اوامر و نواهیان چه یادا مبا. از بس که دنیا شیرین و جذاب، الله سبحانه و تعالی ود فرماینی که خالق دنیا، خالق آنچه که در دنیا هست،
خالق آخرت و آنچه که در آخرت هست. الله سبحانه و تعالی وقت دنیا شیرین و جذاب معرفی فرمایید، آراسته و زیبا و خوشگل معرفی فرمایید. بچاره دنیا زیباه ولی زیباتر از دنیا هست. مبادا یه زیبایی محدود دنیا، زیبایی ناچیز دنیا که شماری از خود بی خود کتا دست از پا نزانتا هیچ حریص بر جماوری آیی در حال رقابت بخاطر یه زیبایی ناچیز و بی ارزش که شما را از زیبایی های اصلی غافل میکنه. زندگی اصلی وہ دانه، بهترین جنینا وہ دانا که حور نامه، حور نعیم. لوگ یا طلا یا نقره، یا از طلا یا از نقره، دیگه چیزی نیه. تمام لوازم هر آنچه که بوده هست. بوده آب مثل یه آب دنیا نه، اصلی مثل اصل دنیا نه، شیری مثل شیر دنیا نه، هیچ چیز. در دنیا رنج ها، در دنیا غم ها، غصه ها، دستشویی ها، مریضی ها، عجز و ناتوانی ها، کسالت ها، پیری ها، دشمنی ها. اما در آخرت از ایشان خبری نی، پیری نی، اصلا سن تغییر نکن، همایت دابه، مریضی نی، سلامتی، غم نی، خوشی. هیچ نعمتی یا مردم چه دستا نده. دنیا این که مردم نعمتا چه دستا ده. یا روچی خوشین، آدیگه روچا ناخوشین، ناراحتین، یا روچی سیرین، یا روچی فقیرین، یا روچی بالا ده، یا روچی پایینه. وده الله سبحانه و تعالی عزت ده، عزتا نگیری، پست و مقام ده، پست و مقام نگیری، هیچ چیزی نگیری چه انسان گرگ نبا. به تعبیر الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وده ترسی نی بر آینده که انسان یه نعمت وطیگه چه دستا بده. دنیا ترسیه، مبادا من فقیر ببن، مبادا یه پست چه من گرگ ببی، مبادا یه زیبایی چه من گرگ ببی، مبادا یه موقعیت یه عزت بنی چه من گرگ ببی. همیشه ترسی. او ده ترسی نی بر آینده، غصه گذشته هم نی. ادا از انسان ها همیشه افسرده، غمگینه، سالها غمگینه، موتی عزیز از دست داده، سالها غمگینه، موتی مال از دست داده، سالها غمگینه، موتی پست و مقام از دست داده، سالها غمگینه که موتی آن نعمت سلامتی چه دست داده. و دنیا جای غمه، اما بودنی. سروران عزیز، از کنگتن خدمت شما که جمعه فلسفه همیشه که الله سبحانه و تعالی ما شما را بیاد از زندگی ابدی و اصلی دور بدن. دعا بکنه الله سبحانه و تعالی جنت الفردوس مشو قسمت بکن، مشو پهکینانی. الله تعالی ما شما را آوده
نعمتان نصیب بکن، عاقبت به خیر بکن. دوستان ما شما شاهدتین که جمعه روچا یا پارگی 4 عزیز جوان شد، 4 عزیز جوان فقط نیکشهر، حالا دیگه جایگان ول فقط نیکشهر ایگا چطور این جوانتن نشان شدن خانواده داغدار بودن، دچار مصیبت بودن، از نظر الله سبحانه و تعالی ایشان مصیبت نیست، ایشان رحمتن، برای خود عزیزان رحمتن، برای خانواده ها رحمتن، اما کدی رحمتن گنده آخرت که پناهی، ولی ما را یقینه با یقین آخرت بچاره، نه با شک مچاره، با یقین. سروران عزیز، موضوعی که من لطفا خدمت شما مرچین روچا واجال محبت فرمایین تا مثل همیشه ماری دستور داده که خدمت شما چند کلمه خبر بکنه. الله واجه دعا بکنه الله واجه عمره برکت بده، عمر با عزت و با برکتی نصیب بفرمایید. خدمت شما من 2 موضوع انتخاب کرده، امیدوارم الله سبحانه و تعالی به من توفیق بده که شما را بفهمینه و الله تعالی اولا من رند شما را تمام توفیق عمل اینات بفرمایید. یکی توجه جدی به قرآن کریم، دوم توجه جدی به تربیت قرآنی و تی فرزندان و تی خانواده. درود شریف بانه. اللهم صل علی سيدنا محمد و علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون، مال و فرزندان، مال و فرزندان زینت الحیات الدنیا، زندگانی دنیا زینت، زینت دوستا که الله فرماینی مال و فرزند برای وقتی صاحبا دوستا که و تا کشی بخاطر مالا همین مال و فرزند دوستا که باعث بان که انسان از الله و از وقتی آخرتا غفلت بکن، از سرمایه گذاری برای آخرتا غفلت بکن. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. الله تعالی در ادامه فرماینی و باقیات صالحات یعنی نیکی صالحی عملانی که پش کپن پر انسان قیامتا تا قیامتا انسان دردآورم، انسان بهشتا برا، انسان مقام بهشتا برز کنه، الله گرا عزیزی کنه، بهترن برای انسان خیر عند ربک، بهترن از پروردگار، از نظر ثواب، از نظر پاداش و از نظر امید انسان بهشان امید ببندی و عاقبت. سروران عزیز من یہ آیه خدمت شما تلاوت کو، ارتباط دیگه قرآن کریمه، ارتباط دیگه قرآن کریمه.
آیشین که یکی از مهمترین سرمایه های انسان، بلکه اگر بگوشن تنها و تنها سرمایه انسان برای آخرت قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. و اطیعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ای مؤمنان، شما چه الله رسول اطاعت بکنید تا من الله شما سر رحم بکنید، تا شما رحم کنه ببه من رحمت شامل حال شما ببه. محل رحمت الهی اصلی کجایین دوستان؟ بهشتا. بهشت الله مهمان خانه و دا الله رحمت جای، رحمت همیشگی و ابدی، رحمتی که الله سبحانه و تعالی نگیریتی چه انسانا دنتی نگیریتی. انچه که ارزم که خدمت شما الله سبحانه و تعالی قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت و برنامه زندگی، کتاب عزت، کتاب آرامش، سربلندی برای ما و شما به عنوان یک تحفه توسط وتی بهترین فرشته هم بالاترین حضرت جبرائیل امین علیه السلام و توسط بالاترین پیامبر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم به عنوان تحفه به ما شمانی به ارمغان داده. مزنی تحفه یک کتاب الله سبحانه و تعالی در سوره بقره اولیگی آیا دومیگی آیا الله سبحانه و تعالی فرمایانی هدى للمتقین، یک کتاب هدایتی، هدایت گری، یہ شمیر راهنمایی کنو که اشیاء به عنوان تعویض در نظر مگیره، یک به عنوان وتی راهنمای زندگی در نظر بگیره. چطور شما زندگی بکنه، چه کار بکنه، چه کار مکنه، شما حیات، شما ممات، شما عروسی، شما پرس، شما راه روک، شما نندک، شما پادیاک، شما حبر کنک و شما زناشویی، کل یہ زندگی تمام کاربار گفتار و کردار مطابق یہ قرآن کریم. قرآن کریم و تی برنامه زندگی، راهنمای زندگی قرار بده تا شما به تقوا برسه، تا شما به بهشت برسه. الله سبحانه و تعالی شو قرآن کریم برای ما معرفی کرد. سروران عزیز، اما من مسلمان با لباس اسلام، با نام اسلام، با شعار محبت قرآن کریم دوست ہیں. قرآن کریم شاید ما آیا خریداری بکنیم و وتی منزلانہ یہ بکنیم، اما به عنوان یہ تبرکی، به عنوان یہ برکتی، به عنوان یک سپری برای بلا، اما اللہ سبحانہ و تعالی فرمائنی یہ نگاہ وتی آواز بکن. سروران عزیز، ای مادر و خواهران، مرچی قرآن کریم غریبیں بیگانے میں زندگی تو کا نہیں. قرآن کریم اگر میں زندگی تو کا ماری پگاہ یارتگا، زودی یارتگا برای نماز جمعہ. قرآن کریم اگر میں زندگی تو کا میں نماز قضانیتا و میں جنینانی نماز قضانیتا، مردینانی نماز قضانیتا، جماعت قضانیتا، 5 وقت نماز آودا حاضرتا. اگر قرآن زندگی تو کا بی یہ زندگی انسان ہے، ایک زندگی ربانی بھی، زندگی خدایی بھی، وہ دا گناہ نبی، معصیت نبی، وہ دا دزدی نبی، وہ دا ناامنی نبی، قتل نبی، کشتار نبی، زہری نبی، حسادت نبی، دل چرکی نبی، وہ دا دوری نبی، وہ دا محبت بھی، وہ دا رحمی ہے، وہ دا کمکی ہے،
وده صفا و صمیمیتی وده گرانی نیه وده بیرحمی نیه از زندگی تو کا زندگی تو کا اگر قرآن کریم بی وده مجرد نبی اصلا وده متأهل ما مردم یہ جوانان زود ازدواج کنا وده بخاطر شی که یہ زندگی دنیا پر از عفاف پر از محبت و پاک دامنی بی نیلند جامعه بیدار امت بیدار هرگز اجازه ندین که جامعه تو گرفتار جامعه گرفتار فساد بی نیلند جامعه قرآنی بی خیلی زیبا بی سروران عزیز جامعه دوران رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بی کہ وہ دا ہمیں چیز بوتا ہم عبادت بوتا ہم اخلاق بوتا اما عبادت مرچی کم رنگ بوئی اصلی نیستن فقط چہرے عبادت ہے مجسمہ عبادت حقیقت عبادت نہیں روح عبادت نہیں روح عبادت انسان اصلاح کا اخلاق زیبایی به انسان اخلاق قرآنی به انسان هدیت ہے اما روح عبادت مارا نیست اللہ جل جلالہ در قرآن کریم فرمائنی ان الصلاة اقیم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بوان کہ یہ نماز ای بندے من یہ نماز ترک از فحشاء از منکر ناہی کن بس زبان حال و ترگشی ای بندہ گناہ مکن اللہ نا فرمانی مکن اللہ ترہ چارگی اللہ ترہ گندگی اللہ چطور تی کاران خبرداریں و خبر بود سروران عزیز قرآن میں زندگی تو کمرچی نہیں قرآن حقیقت قرآن یہ نہیں کہ روح عبادت درمانی روح اخلاق درمانی ہمیں چیز فقط مجسمہ اچھی نہیں یک زمانی شورای حل اختلافت ما دو براتتن پرونده هستت یکی نمازی و یکی بی نماز 5 وقت نماز جماعت میں تصور بر اشیاء کہ حق با یہ نماز گزاریں چرا یہ نماز گزارا وتی بی نماز آئی حق بدا کتا چرا حق با بی نماز روح نماز نی سروران عزیز نماز انسان اصلاح کا عبادت حقیقت عبادت مردمہ اصلاح کا جنین نماز وانی حجابی نی مردین حق ادا نکا مردین نماز وانی جنین حق ادا نکا جنین شکایت کن بلا نسبت یہ مکان مقدس مردین دگجہ ارتباط ہے مردین شکایت جنین دگجہ ارتباط ہے اور زندگی اخلاق عفاف دکاندار شکایت کن چوتی اربابا کہ رعایت حال مارا من نکنن مشتری اجاران بالا هم مشتری شکایت کنن مردم چه دکاندارن که گران فروشی کنن شکایت همه زندگی پر از شکایت پر از درد و رنج درود شریف ما سروران عزیز مادران و خواهران قرآن وتی زندگی تو کا بیاره وتی فرزندانی زندگی تو کا بیاره حق اول قرآن کریم اشه که ما قرآن کریم یاد بگیریم قرآن کریم سیاهیه قرآن کریم روخانیه الفاظا ما یہ قرآن کریم یاد بگیریم بوانمی یہ قرآن کریم ہمیں الفاظان یاد کنک
چه برسی به حفظ کنک، چه برسی به عمل کنک. همین یاد کنک روخانیه، اشانی یاد کنک و اشانی تلاوت کنک. ترى الله سبحانه وتعالى گورا من شما را الله گورا عزیز کن، دردانه کن، محبوب کن، کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانی اہل القرآن هم اہل اللہ و خاصته. اہل قرآن بفرمائش امام ابن قیم جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانی هم العالمون به العاملون به المبلغون له. اہل قرآن کے رسول فرمائن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ گورا محبوبا، اللہ گورا عزیزا دردانا، ہمان کہ قرآن یاد گرم، قرآن علم پیدا کنا، قرآن سر عمل کنا، قرآن تبلیغ کنا و رسینا درس دی امید گرم. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائین یہ قرآن بوانے، روزانہ بوانے، یہ قرآن کریمہ روزانہ بوانے تا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شما روچ بدون قرآن شروع میں بھی قرآن بوانے کہ قرآن کریم وانو کانی سفارشہ کا. اللہ رسول فرمائین وتی اصحاب سفارشہ کا. عجیب تعبیری حضرت رسول بیان فرمائنی نہ فرمانتی وانو کی شفاعت کا کہ میں مفہوم ہوا. حضرت رسول فرمانی وتی صاحبانی وتی ہمراہانی سفارشہ کا. یعنی قرآن ما انقدر بوانے کہ قرآن معنوس بھی میں یار بھی قرآن میں رفیق بھی میں ہمدم بھی مارا بھی قرآن میں بھی لحظی بھی قرآن میں بھی میں راہ میں قرآن بوانے نشتگی قرآن بوانے وفسگی وحدہ قرآن بوانے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تر کہ شما موقعی که وابستا پیسر چه وابسگا چون بوانه قرآن کریم بوانه وابسه سوره تبارک الذی ملک بوانه سجده بوانه. ایشان واجین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پای بندی کتگن توصیح فرمائن تا چاری غلام بوانه تا آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول اشان بوانے روایت ہائی مختلفی ہستے اما اشان مشہور و صحیح اشان اما بوانے سروران عزیز بقرآن بوابسین بقرآن. لذا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان یک مزنین توشی آخرت ما و شما را سفارش کن کہ قرآن کریمہ شما بوانے یاد بگرے. الان هیچ بہانے باوجود کثرت مدارس دینی و فرزندان مدارس دینی کہ مکاتب شاخ و برگ مدارس دینی کہ مکاتب ببن هیچ بہانے برای هیچ کسی نیست کہ قرآن کریمہ یاد مگیری. سروران عزیز ما چرا از قرآن وتا فاصلہ دیں؟ شیطان مارا نیلی اور نفس امارہ مارا نیلی اما بائی نفس مبارزہ بکنیں مقابلہ بکنیں شیطان حبرہ مگریں نفس حبرہ مگریں. از امی امروز مرچگین روچہ تصمیم بگریں قاطعانہ تصمیم بگریں یہ قرآن کریم بوانے یاد بگریں. پیشوتی اماما بریں قرآن کریم یاد بگریں. پیش ہر کسی فضائی مجازیہ از طریق انٹرنیٹ نرم افزار ہے برنامہ ہے تلاوت ہے بریں یاد بگریں. مرچی آہانی کے حافظ ہیں آہانی کے مولوی ہیں آہانی کے علماء ہیں وتی تجوید وتی قراءت صحیح ترکنا وتی تجوید تقویت ترکنا از طریق ہمی فضائی مجازی. و شما هم قرآن کریم یاد بگیره. مرچی هیچ بهانه‌ای نہیں مرچی علماء حقیقی و مجازی ها زحمت کشتا علماء چین چون نرم افزار ها قرآن کریم
قاری عبدالباسط، خلیل الحصریه، منشاویه، السدیسیه، دیگر خیلی از قرا و قاریان بزرگ و کوچک ایشان هستن مرچی دنیا تو که اصلا حساب کنگی نیه. چرا ما یک قرآن عظیم و شأن که دستگیری فردای قیامتات و ادا هم مرا عزت ده، مرا آرامش ده، مرا آرامش ده. ما اشیا ویل بکنین بچسبیم به موسیقی مرچی جای قرآن کریمی گفته سروران عزیز. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرماند الغنا ينبت النفاق. عجیبی، الغنا ينبت النفاق، موسیقی مردم منافق که عجیبی، نفاق در انسان وجود یاری، نفاق رودینی پرورش در انسان. هر چی ما فکر کنه خدای یہ چطور انسان در انسان نفاق یاری. یه روچ من اشی سر فکر کتا شاید همیشه که انسان دو دل بی سروران عزیز به ظاهرا بشی من قرآن دوسته، اما به ظاهرا بشی من قرآن دوسته، به خاطر قرآن من وقت کوشایی نه. قرآن منی قلبی توی که جایه، قرآن چوکی، اما گنده در عمل و تی زندگی توی که قرآن نیاری. حاضر نه قرآن کریم گوش بداری، قرآن کریم گوش بداری، اما از موسیقی استقبال بجیش در شیطان دخالت. ما شما دشمن قرآن نه، تبلیغی یا هم بیانا کسی نندی قرآن انو بگوشن که فلان قاری پیدا که محفل قرآن کریم بیا قرآن گوش داره در چون نفریه. اما در مصر اگر اعلام ببی استادیوما روان ودا قرآن تلاوت کنن جانبی ودا استادیوم جانبی ورزش اینچه استقبال نکنن که قرآن کریم استقبال کنن. اما ما نه. سروران عزیز الله سبحانه و تعالی قرآن کریم مش زندگی تو کا بیاری. ما تصمیم بگیریم به صورت جدی در وتی زندگی تو کی بیاریم، وتی خانواده زندگی تو کی بیاریم. قرآن اگر من زندگی تو کا می، یعنی الله از زندگی ما رختی بربسته رفته، خدا حافظی بده. به نظر شما الله جانشین که جاگزین وقتی که الله منی قلب تو که جا مگیری و منی قلب ویرانه مرده، من مرتگم، من زنده وقتی که قرآن من وجود تو که مبی الله یادم مکنن قرآن موانا من مرده. منی لوگه تو که وقتی که الله مبی قرآن مبی منی لوگم ویرانه خرابه و ده شیطان جا کنه و ده خشم و غضب و یان جا کنه رحمت الهی چست بی آلوگی تو که افسردگیه انسان قلب تو که افسردگیه انسان جرند افسرده بی غمگین بی همیشه ناراحت بی جوش تو که غم تو که حسادت تو که همیشه پریشانه. لوگی تو که هم جنگ و دعوای بین زن و مرد، بین چک و پت و مار، جنگ و دعوای. وقتی که الله مبی یه زندگی تو که زندگی چوبن سروران عزیز. الا بذکر الله تطمئن القلوب. الله سبحانه و تعالی فرمانی تنها با یاد الله، تنها با یاد الله دل آرامش پیدا کنه. فرمایش علامه سیوطی رحمت الله تعالی علیه، یعنی ما شما دلاوتی که گو الله وعده هم بکنه که الله تعالی ما را بهشتا پذیرایی کن، اکرام کن، کل تبلیغ احترام کن و دا عزت دن چاری
دلا ببند بگی الله وعدا آرامش پیدا به قرآن آرامش پیدا بکنی، به ذکر و تسبیح آرامش پیدا بکنی، لا حول ولا قوة الا بالله آرامش پیدا بکنی، نه با قرص، نه با مشاوره های روان پزشکی و روانشناسان، یا برن وقت بگن که من آرامش پیدا بکنم. سروران عزیز، وسیله آرامش الله سبحانه و تعالی در اختیار من و شما اشته، اما قدری نزانه. چرا من از قرآن دورم؟ خودمونیم. همین جمعی که ادا حاضره ایشانی که مرچگین روچه قرآن کریم تلاوت بتا دستان برز بکنه باری خودمانی ما شما دستان برز بکنه اصلا گندگ نبن یه دست، از بس که کم من یه دست گندگ نبن. چون نفر یه جمع تو که مرچی قرآن کریم گوش داشته، قرآن کریم گوش داشته، نه وانتی گوش داشته، دستان برز کنه باری گندگ نبن. سروران عزیز، گندگ نبن. ما لحظاتی گو وطا فرو بره دوستان و شو زهری گو چون نفر برچی روچاست مسجد رفته نمازی وانتا دست برد کنه واجه چرا جدی لگه شد؟ چی جدی لگه؟ اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. چقدر الله مهربان بودی بند. ای مؤمنا، ای منی مؤمنین بندا، توبو الی الله، برگرده به من، با بینمازی چه دنیا مره، با گناه چه دنیا مره، بدون قرآن چه دنیا مره، بدون سرمایه از دنیا مره. هر روز مردم مرگین، آوهدی مردم با خبر نبودن، ولی مرچی از طریق فضای مجازی همه ما خبردار بگین روزانه هر روز مردم مرگین. یہ مردمان کفن کنگین وقت ماشانا کفن کنین، اشان رنگ دفن کنین، اشان نماز جنازه شرکت کنین، یہ حوادثان گندگین اما عبرت نکنین. انگار ما را به آخرت ایمان نی، انگار به آخرت ایمان نی. دوستان ایمان با ضعیفه، ایمان باید محرک ببی، ایمان من و شما را با تکان بدن. باید ایمان من و شما را به مسجد ببا، به نماز جماعت ببا، به یادگیری قرآن کریم ببا، به عمل ببا، به مهربانی ببا، به اخلاق بکشی، به رعایت حق و حقوق بکشی. بیاین یه فضای قرآنی ایجاد بکنید سروران عزیز، فضای قرآنی و وجود قرآنی بکنید. چقدر زیباییم با قرآن بودن. الله یک کلام دوسته،
الله یک کلام دوست. وقتی که من در مورد وطن تصمیم نگیرن که من عوض ببم، در مورد وطن تصمیم نگیرن که قرآنی ببم، چطور وقتی فرزند قرآنی کرد؟ چطور وقتی فرزند من عوض کنم برم به سمت قرآن کریم؟ اساتید مکاتب ما، هر ماه ما جلسه گیریم با اساتید مکاتب، هر ماه گاهی تأخیر بی 40 روزی 45 روزی سروران عزیز شکایت کنن و دا شاگرد نیان کمیه. یه محله که 150-200 نفر دانش آموزی هستن، 10 نفر 15 نفر چند نفر؟ دوستان شما همه چند نفر از شما فرزندان مکتب را بگن دستان برد بکنه باری؟ آنی که چوک مکتب را بگن، چوک مکتب را بگن دستان برد بکنه. چطور ما با قرآن دوستان ما چی روش هم تصمیم بگیریم؟ سروران تصمیم بگیریم، تصمیم بگیریم. والله اگر الله می بشم زندگی تو که خود به خود شیطانیه، خود به خود شیطان. وقتی که الله میگوره مبی شیطانی، الله میشه قرآن کریم. چی؟ این مکاتب برکتن، رحمتن. مدرسه دینیان واجه تلاش کتا، کل واجهان در تمام شهرستان تلاش کتا مدرسه یاد کتا، علماء رو دین تا تربیت کتا، مولوی و حافظ تحویل داتا. پدا یہ مولوی و حافظ و فاضلان پدا ما استخدام کنه در مکاتبان، یارن مکاتبان شما چوکان ها دست بگیر. سروران عزیز چرا ما نسبت به قرآن چو بی مهرن؟ چرا چو بی توجهن؟ کل بلوچه میشی که بمیر پمایه که الله پتم، بمیر پمایه که پتم مری. شو بلوچان چو نگوشن میشی بمیر پمایه پتم مری. الله همشی همشی من کان لله کان الله له. هر کم منی بی مهاییگا این تنصر الله ینصرکم. شما الله بزرگه، الله شما را بزرگه. اگر الله کمک بکنه، الله دین نصرت بکنه، الله شما را نصرت. ما الله بزرگه. الله چطور بزرگه؟ الله به من تی پولا نیاز نیه، مستقیم. الله دینا نیاز ہے. الله ما شما را مسئولیت داده در قبال دینی. الله میشه 5 وقت نماز بوان، الله میشه روچک بده، هرچه میشه الله میشه زکات بده، الله میشه حج برو، الله میشه تبلیغ برو، امر به معروف نهی از منکر بکن، الله میشه قرآن بوان، قرآن بوان. این توشه همه الله یه چیزا میشه، یه چیزا مکتبا آباد کن، مسجد آباد کن. وقتی که شما آباد من برای الله رحمت سرازیر من یام به طرف ما سروران عزیز. سروران عزیز الله سبحانه و تعالی بارها من گوشته به پدر بشی، به پدر بشی. ای پدران یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. و تی جن و چوکان از آتش جهنم حفاظت. شما بره قرآن پیش گیره، قرآن پیش گیره. غیر از ایشی الله دیگه چی گوشت؟ مستقیم در صورتی که جنچوکانی خرج حق بر پدر خانواده، اما الله فرمانی قو انفسکم و اهلیکم نارا.
الله فرض ایش نیازی نیست باشه، خود به خود انسان و نیاز روزه وقت روتی خرج زندگی رندا وقتی چوکی وقتی جن چوکانی تامین کنه گا لویگه گا زندگی گا ماشینا چه نیازی به توصیه نی. الله فرمانی انچو که شما اشان یه دنیای فکر نیازانی دنیای نیازانی فکره شما آخرت نیازانی فکر آبی وقتی جن چوکانی الله مومن ها گوشگین یہ از خطرناک ہیں سوچی مومن هم سوچی انا کافر نه. سروران عزیز ما عرض که خدمت شما پیسرا دوستانی که ادارتم من گوید که من دو موضوع من تأکید کنگم. یکی توجه جدی به قرآن کریم مصمم ببین چه مرچی ما مصمم ببین هر یکی از ما و شما با قرآن دوست با قرآن آشتی بکنیم رمز عزت و سلامتی و آرامش روح و روان ما و شما میشه خانواده میشه جامعه هر یکی از ما و شما وقتی فرزندان و وقتی مکتبان را بدن فرزندان یتیم مکنین فرزند مشمه گومشمه روگ یتیم نبا فرزند مشمه زمانی یتیم بن که الله آنی وجود تو کنه یه زمانی یتیم بن که علم و ادب آنها نبی. لیس الیتیم من مات والده ليس اليتيم من مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب. يتيم آنه که پتی وفات بوده یتیم امان که آیا علم و ادب نی دیگه جای فرم ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه ذليلا بل اليتيم من تلقى له أما تخلت وأبا مشغولا. یتیم امان که پتماتی هست سب که نیست نی پت وقتی که شب رو سری گو موبایل گو فضای مجازی و تی لوگی تو که چوکا و تیگه چطور گو را کنترول کنشی تو گوی موبایل دستا مکن کنترول کنتا اولا پت و تا کنترول بکن الگو بی مات و تا الگو بکن کنترول بکن تا چوک فضای قرآنی وجود بیاره با هم قرآن بوانیم با هم کتاب بوانیم. سروران عزیز وتی فرزندانا جدی بگیرن رها همه کنن ما شما برای آهانی سلامتی ها برای آهانی تغذیه ها برای عزت ها در دنیا آنی سوادا باند کارمندم باری از ما کم بی ما تلاش کنیم چقدر عاشقانه ما تلاش کنیم دردمندانه وقتی چوکات مریض برنی و در مدرسه دولتی ها رسینی سرویسی گرنده ماهی 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون کم گیر اشی منتا کنین رای دین برای توجه کنین آفرین بر شما آفرین بر شما همین احساسی که شما را هستین 10 برابر یه احساس برای وقتی تربیت قرآنی وقتی فرزنده داشتن. آیا آخرت فکر بکی فردای قیامت شما شکایت که آوتی پتمات گوٹا گیری که اشانا من غزادا من آروز کو من استخدام کو من مدرک گرایند دانشگاه برد من باسواد کو همه چیزی کو اما به من دینا بنی ایمانا شان توجه نکو مرچی اگر من خالیه من دست خالیه من پتمات باعث میتگن. حضرت رسول فرمانی صلی الله علیه و سلم یہ چوک با فطرت توحید متولد بھی یہ پتمات ہیں کہ آیا یا یہودی کنا یا مسیحی کنا یا مجوسی کنا یا ہر دینی دیا یعنی بی توجہ با یا ہر دینی کی پتمات ہے. سروران عزیز بسپاریں وتی چوکان در شیفت مخالفہ به مکاتبہ بسپارن بیش از 20 مکتب در خود شهر نیکشهر ها سروران عزیز
که این همه سرمایه های بهشت همه ما و شما، صدقه جاریه هم خود حضرت مولانا وحیدی فر صاحبی که پدر روح معنوی همه ما و شما این که یہ علماء و اساتید آیه شاگردن صدقه جاریه پدا ایشان یاد درس دیان شما پدا ایشان حمایت کنید شما صدقه جاریه. دوستان توجه کنه به اماما، توجه کنه به وقتی مکاتبا اساتید مکاتبا ایشان دستا بگیره، ایشان فرزنده، ایشان شما صدقه جاریه، ایشان شما بهشت سرمایه. ما اگر تأکید کنیم شما را گوش کنیم والله بخاطر خود شما گوش کنیم. ما شما را گوشیم استاد مکتب وقتی فرزند بزانه، وقتی فرزند بزانه، کسی مبی که ماهیانه سهمی مبی برای وقتی استاد مکتب کم گیش به اندازه توان. هرچی ما گیشتر توجه بکنیم الله به ما گیشتر توجه کنه، هرچی ما گیشتر محبت بکنیم. ایشا اهل قرآن، قرآن آنی وجود تو که ایشا قرآن بمش به فرزندان یاد دیان. به امامان توجه بکنید. امام حتی اگر فقط امامت بکن آی ارزشمنده، آی مسئول شما 5 وقت نمازه، ایشان برسه به ایشان، به ایشانی خانواده برسه، توجه بکنه به ایشان، ماهیانه سهم ببیش شما را برای ایشان توجه بفرمایید که الله سبحانه و تعالی به ما و شما توجه کن. این نماز الله گرا بسیار ارزشمند و بزرگ و مهمه. وقتی که نماز مهمه و امام هم انچو الله گرا آی مهمه، قرآن مهمه و معلم قرآن انچو مهمه، حامی قرآن که پول دم به استاد مکتبه به امام انچو الله گرا مهمه. به مسجد ادکم، مکتب ادکم، ایشان چقدر ارزشمندن. و کسی که برای رفاه مردم، برای سلامتی مردم بیمارستان بندی، مدرسه دولتی بندی، راه سازی کن، دیگه کار چات جن و دیگه منبع درست کن، لوله کشی کن، ایشان الله گرد خیلی ارزشمندن. و چه برسی با کسی که به الله کلام توجه بکن، به الله نماز و به قرآن توجه بکن. فردای قیامت اگر ما توجه بکنیم به قرآن کریم، فردای قیامت سروران عزیز قرآن مشم سرمایه بی، قرآن مشم دستاگیری شفی بی، سفارش کنوک بی. حافظ قرآن بالاترین درجه دا، فتمات حافظ قرآنی کا بالاترین درجه دا. یہ مکاتب برکت ہیں، اگر نہ قیامت روچا اللہ رسول شکایت کر، اللہ رسول شکایت کر قیامت روچا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یا رب یہ منی قوما یہ منی امتا ایشان یہ قرآن وحد داتا تحویل نگتا، گو قرآن ظاہر بوتا، گو قرآن ایمان نیارتا، ایمان نیارتا، توجه نکتا، عمل نکتا. سروران عزیز اگر ما توجه بکنیم قیامت رو چه اللہ تعالی ما شمارا ودا عزت دم. یہ مکاتبان شما وقتی چوکان شفت مخالفه را ده، بعضی تصور کنه که یہ میں چوک بوده روان چه درس دولتی ها عقب کفا ضعیف با. دوستان تمام معلمان ما را میشه جلسه گندن مدیران، دوستان در کل کشور هر جا تمام اذعان کنگن که یہ مکاتب رحمتا برای مدارس دولتی ها. سروران عزیز برای مدارس دولتی ها شما چوکانی سواد ذهن حافظه قوی تر کنن، درس دولتی شرطر با. اگر آخرت ملوٹه بخاطر همی دنیای فایده، دنیا بر دنیا. یہ شانی که حافظ قرآن با ہمیں حافظ مسلم که ادایت بیانی کتا چندین بار، میں شاگرد میں همکار حافظ مسلم شجاعی ہمیں سال استخدام بو چی رفته دانشگاه وانتگی لیسانس گرفته برکت می قرآن کریمه. کسی که حافظ قرآن بھی یہ جمهوری اسلامی ہمیں در زمینه قرآن کریم مردم ناشکر مبی، یہ امتیازی داتے کہ به قرآن کریم کسی که حافظ قرآن بھی ایشی بدون ایشی که دانشگاه برو مستقیم ایشه لیسانس ده، مستقیم ایشه لیسانس ده، دیپلوم ببی
ایشی لیسانس داره، لیسانس فوق لیسانس دکترایی نه. یه قرآن کریم یه دنیایی فایده ایش، دنیایی. همین حافظ مسلم یه سالش معلم بود، حافظ حکیم هم قبول بود، لیسانسی گرفته. گو همین قرآن دیپ میشه دانشگاه نرفتن. همین حتی گواهی همین چی بی دروگی گواهی نامه رنده دوستان، دروگی همین اولیه چوک قبول من دانشگاه ایشا امتیاز همین گواهی نامه که شما چوکا مثلا دوره قرآنی دیسته، تجوید یاد گرفته، نظر مسابقه برنده بوده، همین گواهی نامه تقدیر نامه دانشگاه امتیاز هست. درسته ماجه؟ این کارمند آموزش پرورش امتیازی هست. همین چیه وحدی بی؟ برای همین اولیا سرازیر بیا با ما دروگین گواهی نامه بده. دروگ مولا هم وادار به دروگ کنه، سازمان تبلیغ هم وادار به دروگ کنه، سازمان ارشاد هم وادار به دروگ کنه، بحکم وادار به دروگ کنه، دروگین گواهی نامه بده که به چوب رفته مکتب قرآنی وانتا امتیاز گرفته، حافظ قرآنی فلان بل امتیاز بود. پچی از قرآن ما پا دروگ بهره برداری کنیم، فوتی دنیا الله شان گندگی الله ناراحت بی یہ قرآن هم توجه مکنه موانع رای بدین چوکا مکتبان برکت ششم ابتدایی همین حافظ محمد صاحب هم دیر واجد شد هم در مدرسه دینی تنها طالب رسمی درس نده، چینچو دانش آموز وانه کن، چینچو دانش آموز حافظ قرآن بوده، همین مکاتب مساجد حافظ حکیمی که چینچو دانش آموز ششم ابتدایی اول راه حافظ قرآن بوده. منیوتی چوک چند جزء هم ده منیوتی مکتب هم ده مثل جامع قدیمه آقای عبدالصمد بزن واجب بزنی چوک اسماعیلی اشی همو ده وانه که الان حافظ کل قرآن منی چوک حافظ قرآن همین ششم آبان جشن فارغ التحصیلی چه میدونم همین مکتبان شام بوده که شروع کرده مرادت دیگه جا عبدالصمد همین منی مکتب شاگرد راه الان حافظ قرآن بوده. دوستان مگر آی دولتی هم وانه بهترین نمره بهترین وضعیت درسی هم خوبه. چرا؟ توجه بکنید دوستان. وقتی چوکم مرچی شما تصمیم بگیره تمام وقتی مکتبان را بده هر جا لاتی مسجد هنوز مکتب نیست. یا الله یا امام یا استاد یا امام هستیم بوده مکتب رو شاکی من نامه بگیرم پس شما شاکی به که مولوی عام محله نام گیر. چرا چوبی بی استاد همود حاضر اما کسی نرو بوده درس کن امام آبود مولا امام فمن زنگ جم رو زنگ جنگ بشی فمنی دفتر داره آقا مسجدی درگید مردم مکتبی درس دیم آقا تیبتی مسجد بشی مردم نیامد درس. سروران عزیز از مهد قرآنی توجه بکنه به 4 ساله هر محله یا انشاءالله مکتب بی مهد بی مکتب دخترانه 3 چیز انشاءالله ورا مشوی ملک آباد بی الله رحمت سرازیر به دوستی مهربانی انشاءالله حجابی اشان توجه بکنه تصمیم بگیره انشاءالله. کل تبلیغی هم بار شما را اراده هست یا نه؟ انشاءالله آنه که اراده هست دستم ورز بکنه فدلی اراده نه فدلی اراده بکنه فدلی اراده انشاءالله بکنه ما دستبندی کنن از همه شما که انشاءالله هم چوکان را بده هم توجه بکنه. و یک دیگه خبری من خدمت شما بکنم این که این شما فرزند عبدالعزیز به عنوان مسئول امور مکاتب نیازمند مساعدتش شما برای مکاتبانه پوتی چرینده توجه بکنه. ما گاهی برای یکی پیامه کدیم پیامه که ندیم جای ادا و ادا من نپری رو دوستان توجه ما یہ کارا والله تعطیل کن نکنیم. ما گوشته یا الله یه چی شروع کتا الله مرا توفیق داده یه شما فکران سرمایه انتانه که من عبدالعزیز سرمایه نه دستا بگیره میگم ما برای قرآن برای شما فرزنده خدمت کنیم. چون فرزنده الان چین محله مکتب مهد یه چیه یه برکت امور مکاتبه کجای نشد. سروران عزیز توجه بکنه انشاءالله سهم بده سهم اخروی هم شریک بکنه انشاءالله. فردای قیامت یه شما دستان گرن
اگر نه شما بگوشید ما کارا تعطیل بکنه باند وامدار می بعد الان ما چین چو وام داره، سوران وام داره، خافی وام داره، خیرآباد وام داره، والله وام داره، نزدیک 1 سال انگار ما وام داره. گاهی ما رو مجبور کشی که به سر رسید رسیدن چکانی ما رو بده. ما کارا نتون، ما شرمنده اساتیدیم. استاد نیازی هم، استاد مکتب وش نیازی هم گاهی درخواست و کمک ما رو کمک بکنی. یه ما چشم کار گریم ما هر جلسه گریم وش ما وش کار بکن به ما توجه نکنی ما رو مشکل ها مریض روگ مشکل ها روگ ما رو پول نیم شی کرایه نی دکتر بیل ما رو گریوگی چی بکنیش مثلا برسه وقتی استادیام به مکاتبش به قرآن برسه انشاء الله. اینجا طلب دعا بوده، طلب دعای مغفرت. اذا یک نامه داده که برای جمشید نیکنام که واجه مولا عبدالباسط صاحبی ازامات رئیس صدیق چاکرزی واجه مرحوم سهرابی چوکه برای مرحوم انور اربابی برای آدگه عزیز جنی آدمی ریپا و دیگر عزیزانی که همیشه وفات کنگا وفات کتا همیشه ایشانی که پیسر وفات کتا ان زود دور هر کجا دعا بکن الله تعالی آنها مغفرت بکن و الله ما شما را عاقبت بخیر بکن. دعا بکن الله ما شما را با ایمان چه دنیا با دوستان عبرت بگیره. عبرت یا بنده خدای گوشی معتاد بوده عادت ترک کنه امروز از چی امروز از مردم و شما خواست دعا بکنید برام بنده که از دام اعتیاد بیرون بیاید و دعا بکنه الله تعالی تمام معتادان خیرات بکنه. اگر چوکان ما مکتبان را مدهیم سرنوشته همش معتاد دوز قاتل رازن خراب به هم بی نماز و بی دین به یا عزیزی یه روچ منگوک یه روچ محمد بیانی که جمعی من نگوک گوشیش تو مردمان بدبین کنه نسبت به دانشگاه ما دانشگاهی هم مولایی وانته هم دانشگاه وانته بدا من مسئولم مکاتبانی زانه نام چیه؟ شورای دانش آموزی مسجد مکی هم دفتر نام و دا مرکزی نام شورای دانش آموزی من مسئول کل جنوب بلوچستانم منی دفتر نام دفتر شورای دانش آموزی قطب نیچه. چطور بیم مردم بدبین بکنن که ماشه مره بوده موانه ماشه هر دوی نام بوانه ولی اشیا بوشن دوستان انو شما آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است. دوستان شما نزانه که زانه والله بالله وشم بازین وشم بفرمایش مولانا سید زاده و گشتی که همی اما هفته ما یارتا که چهاری ما دعوت کتا گشتی که یه تبلیغی یا تا گریتگی منی برا گریتی که من دعا کنم چوک مرتد بوده شد دانشگاه یا تا فلان رمک دانشگاه حافظ قرآن نباید چی انشون دانشگاه من فضا علا خرابه مرتد بازی بیدین اسلام ستیز بازی دانش بود هم خوابگاهی هم بود موشن چوکان و تیگه ادام محکم کنه ایشانی عقیده قوی کنه محکم کنه بسازتان رای بده وقتی که دست خالی روته ایدا روته مودا بدبختی یاری هم پوات هم پوات اعتماد و خانواده فردای قیامت بوده بوده جواب پس یک بود ببخشش وقت بازگرم بود و دیگه الله سبحانه و تعالی ما را شما رو پاکینا ببخشید و آخر دعوانا الحمدلله.